خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. امروز یه ولاگ متفاوت از ولاگ قبلی داریم. امروز قراره که یه ولاگ آشپزی داشته باشیم. میخوایم با هم دیگه یه غذای چینی درست بکنیم که حالت خمیر ماننده، که خمیرش از آرد و نشاسته ذرت و سیب زمینی آبپز درست شده و قراره که با هم دیگه این ولاگ داشته باشیم. طی مرور زمان داخل ولاگ قبلی هم گفتم برنامه‌های جدیدتر و متنوع‌تری داریم و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. اگرم که ولاگ قبلی رو ندیدید برید ببینیدش، یه ولاگ حالت گردشگری بود، میتونید برید ببینیدش. داخل اولین ویدیو کانال ما هست و اینم دومین ویدیوی چنل ماست. دیگه هیچی دیگه، بریم که با هم دیگه این آشپزی رو شروع بکنیم. این پشتم که میبینید مواد اولیه هست. من سیب زمینی ها رو زودتر آبپز کردم، گذاشتم که خنک بشن، به خاطر اینکه نمیشه داغ باشون کار کرد. به خاطر همین که میخواستم خنکشون بکنم زودتر این کار رو انجام دادم. بعد اینکه حالا مواد اولیه رو دونه دونه بهتون میگم، روی ویدیو هم براتون مینویسم که چه چیزایی لازم دارید، چه کارهایی باید انجام بدین. کلا طرز تهیه رو براتون مینویسم روی ویدیو، داخل کپشنم اگر که خواستین براتون مینویسم. هیچی دیگه، بریم که با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. روی اینا یه حالت سوراخ ایجاد بکنیم. سوراخ که نمیشه بهش گفت، ولی خب آره داخل ویدیو دیدم که این کارو کرد. ما با استفاده از یه نی اینا رو روش اینطوری فشار میدیم. آره اینطوری بشه. بچه‌ها ما همه اینا رو درست کردیم. اول خمیرمون رو درست کردیم، بعدش باید گرداریش میکردیم و روشون یه سری سوراخ ایجاد کردیم که نمیدونم به خاطر چیه، شاید به خاطر بهتر پخته شدنش باشه. حالا این کار رو انجام بدیم. اینا رو باید بین مثلا 8 تا 10 دقیقه داخل آب جوش بذاریم روی گاز بپزن. بریم که این کار رو انجام بدیم. خب بچه شیرمون همونطور که میبینید یه حالت سس پیدا کرد و یعنی آماده است، یعنی قشنگ تبخیر شده و سفت شده. الان پنیر پیتزا رو بهش اضافه کنیم و میذاریم آب بشه.